بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و تبریک ایام خدمت خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی. در هر سال نو لازم است دقیق‌تر و دقیق‌تر به مسائل نگاه بکنیم، ببینیم نکاتی که بایستی در تحول پیگیرش باشیم کجاست. دانشگاه را اگر نگاه کنیم، دانشگاه 4 وجهه دارد: تربیت قوه عاقله، توسعه دهنده دانش بشری، تعالی بخش و ارزش آفرین اجتماعی و تسخیر کننده منابع طبیعی. مبتنی بر این 4 وجه 4 زیر نظام و 4 نظام را در درون خودش جای داده است: نظام تربیتی، نظام علمی، نظام فرهنگی و نظام فناوری. دانشگاه جامع این دانشگاه است و این ابعاد رو در خودش در حقیقت شکل داده است. اما این دانشگاه اگر منزوی باشد نمیتواند با جامعه ارتباط برقرار کند. اگر دانشگاه رابطه معقول خودش رو با جامعه برقرار نکنه نمیتواند به حیات خودش ادامه بده. پس باید اشکالات رو شناخت و آینده نگری کرد. خب اگر مفهوم دانشگاه رو در این 4 ضلع و 4 وجه بدانیم، هنگامی که این دانشگاه در درون جامعه می نشیند، آنجایی که نظام فرهنگی دانشگاه باید یک جامعه فرهیخته را تربیت کند، نظام علمی دانشگاه باید جامعه دانا را شکل دهد، نظام تربیتی دانشگاه باید جامعه کارآمد را شکل دهد. جامعه کارآمد می‌خواهیم داشته باشیم که حکمرانی عدالت محور با اقتصاد پویا شکل بگیرد. جامعه دانا می‌خواهیم داشته باشیم که پیشرفت با الگوی سبک زندگی بومی ایرانی اسلامی شکل بگیرد. جامعه فرهیخته‌ای که می‌خواهیم داشته باشیم که در آن مودت و الفت اجتماع دین مدار بروز و ظهور پیدا کند و جامعه نوآوری می‌خواهیم داشته باشیم که استفاده بهینه از مواهب و نعمت‌های الهی فراهم گردد. این فضای نظری ما در پرداختن و دستیافتن به یک دانشگاه جامعه پرداز است. هر اون 4 وجه مستقر در دانشگاه 4 وجه اجتماعی رو با خودش باید خلق کند. خب این 4 وجه در حقیقت اگر بخواهیم مؤلفه هاش رو ببینیم، مؤلفه اجتماعی، اقتصادی و نوآوری است. جامعه مؤثر آنچه که در غرب هست تحت عنوان جامعه دانش بنیان، اقتصاد دانش بنیان و نوآوری جمعی، در دانشگاه هم به عنوانی بروز و ظهور داشته است که این مدل نگاه غربی است. اما پس آنچه که ما یافتیم این است که در دانشگاه یک داله مرکزی دارد: تربیت قوه عاقله با 3 وجه: علمی، فرهنگی، فناوری، فرهنگ، علم. وجهه مؤلفه اقتصادی، اجتماعی و نوآوری دارد. خب شعار سالی که ما باهاش سر و کار داریم، دقت دارن عزیزان، جهش در تولید حاصل نمی شود مگر به نوآوری. سال گذشته رشد تولید بود، رشد را با کار علمی میشد شکل داد، ولی جهش را با کار باید یک نوآوری داشت. با اینویشن است، با نوآوری است که جهش شکل میگیرد. تولید امر اقتصادی است، مشارکت مردمی امر اجتماعی. پس شعار امسال یک شعار صرفاً اقتصادی نیست،
شعاری است ترکیب یافته از 3 مؤلفه نوآوری، اقتصادی و اجتماعی. همه ما در معیشت و همه مردم در معیشت از تورم ناراضی اند. نمی شود حل بشود این امر مگر اینکه دانشگاه ها تحولشون رو در راهبردشون رقم بزنن. این رو من از سال گذشته دارم. در امروز دانشگاه یک فضای تعاملی است، فضای تعاملی یادگیری و یادگیری که باید ارزش آفرین باشد، هدفش هم رشد سرمایه انسانی باشد. دانشگاه نهاد دانایی بخش است، ولی بازار یا جامعه نهاد توانایی بخش، محیط توانایی بخش است. در صحنه در حقیقت سالن تمرین قدرت توانایی مسابقه پیش نمیاد. توانایی وقتی بروز میکند که شما در صحنه عملی مسابقه وارد بشید. دانشگاهی که میخواهد سکوی دانایی بشود بایستی بین یاددهی و یادگیریش ارتباط برقرار بشه. جامعه یه چالش ها و مشاغل جدیدی دارد. از اون طرف دانشگاه عرصه دانش، حل مسئله و ایده آرایی است. جامعه دنبال معرفت و مهارت و نوآوری است. ارتباط بین این دو باید برقرار بشه. در گذشته این ارتباط دانایی به توانایی یک رابطه خطی بود. امروز این ارتباط یک ارتباط غیر خطی، پیچیده و تابع مسائل زیادی است. در مدل گذشته آموزش رو ما میدادیم، نیرو رو میفرستادیم تو بازار. ولی این مدل دیگه رابطه‌شو و کارکردش از دست داده. در جلسه سال قبل گفتم که دانشگاه بایستی به یه دانشگاه پلتفرمی تبدیل بشود و امروز ادامه اون ما بایستی بین دانشگاه و صنعت پلی داشته باشیم که این پل همان سراهای نوآوری ماست، که این فضای محیط میانی همت، مهارت و تجربه است. برخی از جوانان ما مشکل ضعف همت دارند، بعضی از جوانان مشکل ضعف مهارت دارند و نکته مهم تجربه است. پس ما نیازمند یک محیط جدید هستیم. سکوی مبدل دانایی به توانایی، بخشیش در فضای آموزشی است و همزمان بخشیش در فضای کار. این سکوی مبدل ابعادش در نوآوری اقتصادی اجتماعی است، در فناوری آزمایشگاهی نیمه صنعتی است و در علم که علم و فرهنگ رو بلد بودیم، ولی این دو مقوله بعدی فضای خودش رو داره. اما برم سراغ چالشام. آینده آموزش عالی تهدید می شود. همونطوری که فضای مجازی می تواند مقوم آموزش عالی باشد، یک تهدید کننده آموزش عالی هم هست. هوش مصنوعی همان گونه که می تواند مقوم آموزش باشد، یک تهدید کننده آموزش های سنتی هم هست. خب اون فضایی که به عنوان سکوی مبدل ازش اسم بردم، اون فضا تقاضای اجتماعی و مطلوبیت آموزشی با هم دست به دست میدن. آقا جوون ما میخواد انتخاب رشته بکند، این که چه رشته‌ای برود کاری نداره تو اون رشته چه خبره. میگه من عمرم رو دارم سرمایه گذاری میکنم، این سرمایه گذاری برای من آوردش چیست؟ آیا سودمند است یا سودمند نیست؟ واقعی نیست این تصویر بخشیش کاذب است، ولی تصویرسازی شکل میگیره و با این تصویرسازی ذائقه اجتماعی شکل میگیره و با این ذائقه اجتماعی اقبال اجتماعی شکل میگیره. طرف مقابل
مطلوبیت آمایشی است که برگرفته از مأموریت دانشگاه‌ها در ساخت آینده جوامع و شکل‌دهی پیشرفت حاصل از اندیشه نخبگان و حکمرانان است. حالا حکمران یه چیزی میخواد، جامعه یه چیزی. آیا چگونه این دوتا میتونن دست در دست هم بذارن؟ ما نیازمند یک رفتن از دانایی فردی به دانایی و توانایی فردی به دانایی و توانایی گروهی و از اونجا به دانایی و توانایی کشور هستیم. این پل در حقیقت یک مسیر است. حالا تو توانایی فردی بله شعار داشتیم هر دانشجو یک تخصص یک مهارت، این میشه همون توانایی فردی، ولی این کفایت نمیکنه. این ذائقه اجتماعی رو شکل نمیده. چه بسیار بچه‌هایی که توانایی فردی پیدا کردن ولی نمیتوانند در اقتصاد مؤثر باشند. وقتی در اقتصاد مؤثر نیستن، اقتصاد هم برای اونها نافع نیست. خب این مجموعه که دانش تخصصی، مهارت فردی، سازمان یادگیرنده، شرکت‌های دانشمندان با یه فرهیختگی اجتماعی و اقتصاد و امنیت باید برسه، چهره نوینی از دانشگاه رو رسم کنه. تا حالا دانایی فردی رو ما با گروه‌های آموزشی میدادیم. اومدیم یه قدم رفتیم جلوتر، گفتیم توانایی فردی رو با چی بدیم؟ گفتیم دانشکده مهارت کارآفرینی درست میکنیم. بچه‌ها برن تو مدرسه عالی مهارت پیدا کنن. این پل اگر شکل نگیره اتفاقی نمیفته. بس اینه که دانشکده، شبکه دانشکده‌های موضوعی رو داریم شکل میگیریم. دانشکده‌های حمل و نقل، هوش مصنوعی، دانشکده فرهنگ و تمدن، دانشکده جامعه و حکمرانی، دانشکده هنر رسانه، دانشکده غذا و فراسودمندها، دانشکده انرژی، دانشکده‌های مختلفی که داریم شکل میدیم برای ساخت اون دانایی گروهی است. چرا؟ چون دانایی فرد را گروه شکل میده، ولی دانایی فردی را، گروهی را، مسئله گروهی شکل میدهد. موضوع گروهی لازم داریم و توانایی گروهی با شبکه سراهای نوآوری. یک منطق زنجیره‌ای برای شکل دهی یک دانشگاهی که از دانایی فردی به توانایی اجتماعی برسد. این منطق رو نداشته باشیم، دانشگاه به جامعه متصل نمیشه. دقت کنید، رشد مبتنی بر آموزش و پرورش نسل جوان است. امری است با مراقبت مستمر از فرایندها و بازخوردها. یه بازخوردی رو امروز میخوام باهاتون مرور کنم. انتخاب رشته. همه تون که بچه خونه دارید فکر میکنید انتخاب رشته یک امر فردی است. انتخاب رشته امر فردی است ولی بازتاب اجتماعی داره. یه شاخص برای کلیش برای اقبال اجتماعی. حالا اقبال اجتماعی به رشته تحصیلی چگونه رخ میده؟ یه زمانی افراد فقط به مدرک نگاه میکردن. میگفتم بریم این مدرک رو بگیریم، بریم مدرک دانشگاهی بگیریم. امروز به مدرک، میزان اعتبار مدرک نگاه میکنه، میگه کدوم واحد برم، کدوم دانشگاه برم، اینو نگاه میکنه، ولی همش این نیست. میگه این دانشگاهی که رفتم نتیجهش اینه که میزان کارآمدی، موفقیت در محیط کار برای من چقدر میاره. این رو هم سوال میکنه. آیا به همین بسنده میکنه؟ میگه نه، سودمندیش هم میبینه. میگه میزان سودمندی و رضایت ذینفعان و تصویر اجتماعی. آقا میگه ماشین آدمایی که قبل از من رفتن این رشته چیه؟ اونا از کارشون راضین؟ رضایت شغلیشون چقدره؟ یه زمانی تو این کشور مهندسی گل رشته بود، چون
فکر میکردم مهندسا رضایت شغلی دارن، ماشیناشون خوبه، خونه‌هاشون ردیفه. یواش یواش میبینید که فضا داره عوض میشه. پس اون چیزی که فرد نگاه میکنه جلوه های مختلف انتخاب رشته است. حالا این تغییرات پیش روی ماست. 3 وجه دارد: ساختار دانشگاه، اقبال اجتماعی، مطلوبیت آموزشی. خب بریم سراغ عدد و رقم. دانشگاه ورودی 401 402، دانشگاه دولتی، دانشگاه آزاد. چه خبر بوده؟ سهم خودتون رو ببینید. توی کاردانی 40% سهم مال ماست، تو کارشناسی 43%، توی ارشد 41%، توی دکترای عمومی 14%، توی دکترای تخصصی 37%. اینو داشته باشید. اما چه خبره؟ این هم نسبت هست. تو کارشناسی دقت کنید 58% علوم انسانی، تو کاردانی چیز حدود 45%، توی در حقیقت کارشناسی ارشد 55%، 42%. خب حالا ساختار دانشگاه چی بوده؟ این ساختار دانشگاه یعنی چی؟ یعنی 20 سال قبل اقبال اجتماعی چی بوده؟ ما تناسبی که داریم، سهم هیئت علمیمون رو اگر نگاه کنیم در هیچ رشته‌ای بیش از 6% هیئت علمی نداریم. از 6% ماکسیموم شروع میشه میاد تا پایین. دقت کنید ریاضیات و علوم کامپیوتر بیشترین استاد داریم، عمران بعدش، برق بعدش، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، مدیریت، زبانهای خارجی، معماری، الهیات، حسابداری، مهندسی و بیوتکنولوژی کشاورزی. چه خبره؟ نقشه ذائقه اجتماعی 20 سال پیش که دانشگاه با اون شکل گرفته اینه. خب تعداد هیئت علمی هم در همه اینا مشخصه. بالاترین در ریاضیات 1224 تا، بعد عمران 1182 تا، میاد تا پایین. اما 401 402 اقبال اجتماعی اینه. ریاضیات و عمران اولین و دومین استادای ما بودن. تو 6 تا رشته اول که 60% رشته هاست حضور نداره. سرطان یعنی چی؟ سرطان یعنی بزرگ شدن سلول های یک بخش از بدن انسان. وقتی که میکروسکوپیک وارد تعداد دانشجو میشی فاجعه رخ میده. ادامه این روند یعنی فاجعه برای کشور. 60 تا رشته است، 6 تاش مونده، 54 تاش یه طرف. یعنی عزیزان با این سیستم یک دانشگاه جامع نمیتونه به حیات خودش ادامه پیدا کنه. فیزیک چقدر استاد داشت، ریاضی چقدر استاد داشت، اینجا اصلا اسمشون نیست. نگاه کنید الان همه خیال میکنن کیا با ماشین خوب میان، میگن مدیرا، پس بریم مدیر بشیم. کیا پول خوب میگیرن؟ روانشناسا و حقوقدانا. 1 ساعت حرف میزنن کلی پول میگیرن، پس بریم روانشناس و حقوقدان بشیم. دیگه چی؟ وضع حسابدارا و کامپیوتر بلدا هم خوبه. آیا کشور اینطوری میشه اداره کرد؟ کشوری که توزیع منابع انسانیش درست نباشه میشه کشور سرطان زده. اشکال کجاست؟ یه بخشیش تو آموزش پرورشه، یه بخشیش تو آموزش عالی است.
تو آموزش پرورش عدم هدایت تحصیلی، تو آموزش پرورش احاطه جریان تربیت فضای مجازی بر دانش آموز، تو آموزش پرورش افت دانش آموزان در دانش پایه، دانش ریاضی و دانش فارسی بچه‌های آموزش پرورش به شدت افت کرده. 18% بچه‌های آموزش پرورش رفتن ریاضی. صنعت کشور منتظر چیه؟ 24% علوم انسانی، 27% میرن علوم تجربی. تو پزشکی دیدید ظرفیت چقدره؟ خیلی کمه. چند درصده؟ 4-5% ظرفیت ما تو پزشکیه. یعنی یه دونه مسیر گذرگاه تنگ، یک حجمه بزرگ میشه یه مش بچه شکست خورده. برای 50,000 نفر 700,000 نفر رقابت میکنن، 650,000 تا دانش آموز سرخورده پیدا میکنیم. توی آموزش عالی چه خبره؟ مدیریت غیر علمی نظام آموزشی، توجه به جریان ارتقای استاد به جای شاگرد پروری، اصرار بیجا بر شیوه های آموزشی غلط. توی 10 سال پیش اومدن گفتن آقا یه مدل لوزی پیاده میکنیم، کارشناسی رو محدود میکنیم، ارشد و گرایش محور، دکترا دوباره محدود. مدیریت 5 تا بود کردن یکی، عمران 5 تا بود 6 تا بود کردنش یکی، برق چند تا بود کردنش یکی. این مدل رو 10 سال دارن اجرا میکنن، اصلا هم توجه ندارن که چه بلایی سر مهندسی کشور اومده. آقا کاردانی باید با اشتغال شبکه‌ای بشه، کارشناسی باید با اشتغال شبکه‌ای بشه، بعدش برن دکترای حرفه‌ای، بعد برن دکترای تخصصی. لابد هستیم که این مسیر رو بذاریم. اگر این مسیر رو نذاریم جلو آموزش عالی، آینده این کشور در خطره، آینده دانشگاه آزاد هم ایضا. اگر این رو میخوایم حل کنیم، دقت کنید، پس ما بین مطلوبیت اقبال اجتماعی که جامعه است و مطلوبیت آمایشی بایستی یه پل واسط پیدا کنیم. پل واسط چیه؟ محیط کار، عرصه کار. ما دانشگاهمون استاد دیگه فقط استاد پایه نمیخوایم، استاد پایه، استاد عرصه. اگر استاد عرصه نداشته باشیم که متصل به محیط کار هست، این پل شکل نمیگیره. این پل شکل نگیره، اقبال اجتماعی فرو میریزه ساختار دانشگاه. به هر حال پزشکی این رو گرفته، داره کار میکنه و پایداره. پس ما بایستی مهارتی را اضافه کنیم. یک کاربردپذیری محتوای آموزشی، کارآمادگی دانشجویان و حل مسئله واقعی رو بایستی پیش روی دانشجو بذاریم. دقت کنیم، آموزش تخصصی کافی نیست. آموزش اجتماعی، همون مفاهیم کار گروهی، تیم ورکینگ، آموزش مهارتی، آموزش حرفه‌ای، بعد آموزش کارآفرین. این آموزش ها بایستی اضافه بشود و اینها سر کلاس دادنی نیست عزیزان. آموزش تخصصی فقط جایش سر کلاس، بقیه جایش سر کلاس نیست. باید فرهنگ آموزش دانشگاه رو عوض کرد. نکنیم 3 سال دیگه 4 سال دیگه اون 6 تا رشته معروف هم از دست میره، یه دفعه سیستمی که ورمش بخوابه یه دفعه نحیف و نحیف و نحیفتر میشه. پس ما اقبال اجتماعی که جریان سازی است
تا مطلوبیت آمایشی دقت کنید، تربیت قوه عاقله گفتمان سازی است. ما نیازمند یک گفتمان سازی جدید هستیم برای جوانان عرصه سماع حداقل و جوانان آموزش پرورش و نوجوانان آموزش پرورش. یک گفتمان جدید لازم داریم. آقا گفتمانی که همه میخوان دندان پزشک بشن چون پولش خوبه، این گفتمانی که همت‌زا نیست، گفتمان نیست. کشور نیازمند یک گفتمان است. عقلانیت رو بایستی بر آموزش و گفتمان سازی حوزه آموزش وارد کنیم. شبکه دانشگاه، صنعت، بازار یا به عبارتی سکوهای تعاملی را بسازیم. ست و بقیه شبکه‌ها، شبکه مدارس، شبکه‌ها که در امسال یکی پس از دیگری خواهد آمد، برای این است نهادسازی سرای نوآوری رو به دقت باید انجام بدیم. اردوهای راهیان پیشرفت نه از جنس فقط عسلویه. راهیان پیشرفت نشان دادن نمادهای آنچنانی نیست، نمادی است که بچه بتونه باهاش ارتباط برقرار کنه. ما نیازمند نمادهای موفقی هستیم که فاصلش با جوان خیلی زیاد نباشه. جوان بتونه ببینه خودش رو 5 سال دیگه میتونه جای اونو بگیره. صدرا رو جدی بگیرید. اون پل رو باید بسازیم. دانایی گروهی و توانایی گروهی رو باید خلق کنیم. اشتغال امید آفرین باید زنده کنیم. پس آموزش تخصصی پایه گام اول است. پله دوم کاربینی است. آموزش مهارتی در محیط آموزشی. مرحله سوم کارآموزی است. آموزش حرفه‌ای در معیت در محیط حرفه‌ای و گام چهارم کارورزی است. ما تا حالا حد اکثر به کاربینی میرفتیم. پزشکا میگن دوره فیزیوپاتو. ما بقیه‌اش هم باید با کالبد شکافی جسد کسی پزشک نمیشه. کارآموزی و کارورزی هم نیاز است. این مسیر کاملی است که باید طی بکنیم. پس دانشگاه امید آفرین از رشته علمی به دانشکده‌های آمایشی، سراهای نوآوری، محیط کار، بازار جامعه، همه اینها رو باید بهش توجه کنیم. چرا؟ چون اقتصاد دانشگاهمون به این بستگی داره. حقوق پایان ماهمون هم به این بستگی داره. درآمد دانشگاهمون هم به این بستگی داره. ما پاسخ رو سریعتر میگیریم چون ما پول از دولت نمیگیریم. ما زودتر از اونها میفهمیم این ساختمون داره میریزه. پس ما میتونیم زودتر خودمون رو نجات بدیم. اونی که پول نفت میگیره نمیفهمه داره ساختمون صدای قرچ قرچ ستوناشو نمیشنوه. پس بایستی تغییر کرد. گفتم در خطریم. سند 2016 آمریکایی‌ها میگه در دنیای امروز قرن 21 چی مهمه؟ میگه نیروی انسانی با مهارت علوم و مهندسی منشأ جمع کنندگی ظرفیت نوآورانه ملت‌ها و اقتصاد رقابتی است. برگردم شعار سال، جهش تولید با مشارکت مردمی. وقتی نیروی فنی مهندسی تو از دست میدی، علوم و مهندسی تو از دست میدی، اتفاقی نمیافته. یک کشور و فقط با یه عده مدیر اداره، مدیر و حسابدار و حقوقدان، یک دونه کارشناس روانشناس هم کنارشون، بایستی یک بدنه علوم و مهندسی باشد که اینها کارخونه رو ببرن جلو. کارخونه با اونا شکل نمیگیره.
دقت کنید، میگه کشورها در همین ایام مواجه شدن که ماها تو جذب نیروهاشون با هم مسابقه گذاشتیم. میگه آقا اون چیزی که از علوم و مهندسیش تو دانشگاه خوبش تربیت میشه مهاجرت کنن، بقیه هم نرم بخونن. اتفاق خطرناکی است. العلم مقرون بالعمل. آقا ما این دستورا داریم. کی میگه علم رو باید حبس کنی در یه فضا، عمل رو ببرد یه جای دیگه؟ نه، العلم مقرون بالعمل. فمن علم عمله. اگر عالم شدی، دانا شدی، توانا نبودی، هیچ. علمت هم علم نیست، داناییت هم پیشت نمیمونه، داناییت هم رخ بر میبنده. از خدا جوییم توفیق عمل. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.